سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه هفتم آگوست است و ساعت به وقت شهر پراگ رسید 10. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. جسد شهروند تاجیکستان که روز 6 آگوست در صدمه مدهش در ولایت ریزانی روسیه به هلاکت رسیدند به تاجیکستان فرستاده می شود. جسد شهروندان قربانی شده نظیره نسریمова، گلدانه نسریمova از ناحیه ونج، عبدالله سعیدов از رشت، ولیجان محمودov از ناحیه رودکی، اسلام خلیلov و فیروز مولویف به ناحیه های پنجکین و عینی آورده می شوند. همچنین 6 تن دیگر از جمله رحمان احمدov، فیضعلی عطویف، فرقت براتوف، سمندر علیف که در پی صدمه جراحت‌های گوناگون برداشتند در بیمارخانه منطقه شتسکی و 2 دیگر از زخمیان در بیمارستان دیگر بستری هستند. بیننده ارجمند در برنامه اخبار درباره این حادثه به تفصیل خواهیم گفت. تا عید قربان در تاجیکستان 3 روز دیگر باقی ماند و ساکنان میگویند نرخ محصولات خوراکواری در این فاصله وقت به مراتب گران شده است، خصوصا نرخ میوه‌های خشک، مویز و پیسته و زردآلو. همکاران ما امروز به بازارهای دوشنبه رفتند. میگویند با وجود تاکید مقامات که دسترخوان روز عید باید خاکسارانه آراسته شود، بازارها پر از خریدار است. بیننده ارجمند این گزارش دیدنی را از حال و هوای بازارهای قبل از عید در برنامه اخبار خواهید دید. استراحت در ورزاب، پرتوگاه‌ها به آب، مقامات ساحه بهداشت و حفظ محیط زیست چندی از مالکان استراحتگاه‌ها و ساکنان را در کنار رود ورزاب جریمه بستند، چون برخی از باشندگان این موضع پرتوها را راست به رود ورزاب می‌افکندند و قبور آب‌های غلیظ را نیز به دریا روانه کردند، در حالی که دریای ورزاب سرچشمه اساسی آب برای ساکنان شهر دوشنبه است. همکاران ما به ورزاب رفته وضع بهداشتی این موضع را به نوار برداشتند، با ساکنان و هم مقامات صحبت داشتند. انتظار باشید، این گزارش را در برنامه اخبار خواهید دید. در تاجیکستان بیش از 18,000 معیوبان از نفقه اجتماعی محروم شدند. مسئولان آژانس نفقه میگویند نفقه این نفران تنها در حالت داده می شود که از سنجش سلامتی بگذرند و معیوب بودن خود را دوباره ثابت کنند. اما معیوبان میگویند تصدیق معیوبی دوتاز زیاده دارد و در این دوره آنها از نفقه ناچیز هم که داشتند محروم ماندند. زندگی معیوبان در تاجیکستان بدون نفقه چگونه میگذرد و مقامات در این باره چی میگویند؟ این گزارش را در برنامه اخبار خواهیم داشت، با ما باشید آن را با هم میبینیم. اول شرطنامه بدخانه. برخی از ساکنان دوشنبه از آن شکایت دارند که شرکت‌های ساختمانی می‌خواهند در جای منزل آنها بلند آشیانه سازند، اما برای نرخ‌گذاری و پرداخت جبران پولی برابر به خانه آماده نیستند. چون این یک ماجرا در کوچه حسین زاده دوشنبه میانی شرکت ساختمانی مقیم 1 و ساکنان سر زده است. شرکت بر عوض تخریب منزل و زمین ساکنان به آنها از بلند آشیانه خانه وعده می‌دهد، اما ساکنان به وعده‌های شفاهی شرکت باور ندارند و میگویند تنها به شرطنامه و مهر و سند حاضرند خانه‌ها را خالی کنند. ماجرای ساکنان با شرکت تا کجا دوام میکند؟ بیننده ارجمند این گزارش را در برنامه اخبار خواهید دید. ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی دیگری رخ داد، حتما شما را در برنامه با آن آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنکلاسیکی همراهی کنید.